خبر و گزارش‌های 11 ایول رو از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما میکنیم. شعله گلخوجه هستم. سلام. امروز در برنامه سیل‌های پای در پای ناحیه دروازه را در معاصره قرار داده است. هیئت حکومتی برای آموزش وضع به این منطقه رفت. در حالی که مردم عراق پاکسازی مفصل از دست جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی را جشن میگیرند، مرد در تاجیکستان امید دارد که با دیدار نبیره‌هایش موفق می شود. در چشمم شب خوابم میآید که نیورم آمده من چی کردش بابا میگه. و رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان میگوید سنجش حزب‌ها هدف سیاسی دارد. شماری از دهه‌های جماعت نولوند ناحیه درواز بنابر بسته شدن مجرای دریای پنج در دهه‌های شیرگوود و خوستف به اصطلاح در معاصره قرار گرفتند. طی روزهای شنبه و یکشنبه در روبروی این دو دهه دروازه تاجیکستان از طرف افغانستان همسایه سیل آمد. این نوار در روز دوم سیل برداشته شده است. در پی آن رفت آمد ساکنان 6 دهه به سمت مرکز ناحیه و هم به طرف کلاب ناممکن گردید. روز گذشته هیئت حکومتی در رأس معاون سروزیر عظیم ابراهیم از ناحیه درواز دیدن کردند. طبق اطلاع مقامات درواز 23 خانه زیر آب مانده است. در حال حاضر شاهراه بین‌المللی دوشنبه کلاب خاروق بسته می باشد و حرکت به سمت بدخشان طریق عقبه یا گردنه خوبروباد صورت می گیرد. امروز پرزیدنت تاجیکستان در یک همایش با فعالان کشور برد و باخت قبول قانون تنظیم عنعنه و جشن و مراسم ها را تحلیل کرد. امام علی رحمان گفت که با گذشت 10 سال از اجرای این قانون وضع زندگی مردم به مراتب بهتر شده است، ولی همزمان تاکید شد که قانون باید بر پایه طلبات زمان تکمیل شود. امام علی رحمان در ملاقات با جامعه شهروندی باری دیگر به سر و لباس زنان و دختران رو آورد و بازبینی مجازات را برای ویران کردن قاعده راه تقاضا کرد. شادمانیتی از شرکت‌داران نشست پرسید که آنها از تالار با چه احساس بیرون آمدند. درباره پوشیدن لباس جناب عالی نهایت معقول دانستند. ممالک‌های خارجی طرز لباس پوشی ما رو اعتراف نکنند، ما مگر ضرور می‌دانیم که اون طرز لباس پوشیدن آنها رو از قبیل لباس‌های سطر پوشی، حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم. در داخل این پیشنهاد بود که همین سامان شود پوشیدن. البته. کی پیشنهاد کرده؟ جناب. چی پیشنهاد کردن؟ که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شود. واسه به همین پوشش لباس‌های سلامت باشید. خدا خیر برکت کرد. مثلا درباره عیدهای سعید و فطر، مثلا عیدهای قربان که بسیار زنها با دسترخوان آرایی مثلا مشغول بودند که اون دسترخوان آرایی به هیچ کس لازم نبود و بسیار مثلا خراجات زیاد کرده میشد. از جانب پیشوای معظم ما مثلا سخن کرده شد. در سخنرانی خود روز 11 ایول امام علی رحمان گفت از زمان قبول قانون تنظیم در سال 2007 تا امروز ضرورت تکمیل آن پیش آمده است. گزارش مفصل در این موضوع را شما میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز دوشنبه سروزیر عراق حیدر العبادی اعلام کرد که مفصل از سلاح به دستان پاک شده است. 3 سال پیش جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی این شهر قدیمی عراق را اشغال نموده درباره تشکیل خلافتشان خبر داده بودند. این اعلامیه حکومت عراق یک ساکن ناحیه قبادیان تاجیکستان را خوشحال کرده است. شریف شیربکوف امید دارد که اکنون حداقل به دیدار نبیره‌هایش موفق خواهد شد. زندگی مردگی نمیدانم. من دو تا شب میپاپ شده من ایستاده همینجا. من کالسکرس ایستاده نیورم ما گاه همین خانه میبردارم خودم همینجا میدارم میبینم تماشا میکنم کمکی دلم کشود شده میگم زخ شده کسل شدن دارم روز با روز. 4 نبیره شریف شیربکوف، الیاس، ابراهیم، خدیجه و بنفشه سال 2014 همراه پدر و مادر به سوریه رفتند. اسمت پدری آنها در صف گروه تندروی دولت اسلامی می جنگد. رفته که سوریه رفته که کیلی نمخانش. حجره را که اویلای پسرش میزیست، شریف شیربکوف با امید برگشت نبیره هایش گاه گاه روبوچین می کند. همین که انجام همین که کرپتوشه و گلم استوده پرتافته همینه رفته
من خراوله کرده شدم همینجا. شریف تا اولهای سال 2000 در این خانه با 11 اعضای عائله‌اش میزیست. فاجعه زندگیش بعد برگشت اسمت فرزند بزرگش از مهاجرت روسیه سر شد. یکی اومد 1 سال همینجا بیزار کرد. بعد جنگ کردیم. چند تا تو احمقی نکن دیگر این کار. یک کس مجبور نکن مسجد بره گفته تو خودش آباد که خودش بفهم دیگر قصد چخنک نکن. وقتا تو نمیفهمی حال حیات نمیدانی گفته من در دست مرتقل کرد. دو پسرش اسدالله 30 ساله و رحمت الله 27 ساله، کلینش عایشه و 4 نبیره با تشویقات و پافشاری اسمت به سوریه رفتند. از آنجا به ترغیب اعضای باقی مانده عائله پرداختند. جهلم برآمد زنم خاطر جنگ کردیم. من گفتم من پسرت گفتم من خیلی مجبور کردن دوره میکنه گفت نکنه گفت من جمعه برای خانه برم. همین طور شریف میگوید او را از خانه راندند. همسرش عدالت و 2 کلین دیگرش آلمخان و دلافروز را مقامات امنیت سال 2015 در شهر اسفره در راه به سوی سوریه بازداشت کردند. 2 کلینم یک زنم ای خانه ایمان باجا هیچ کس نفهمیده گفته روز عید برآمدگی. از زنم نارکته ترمده عذابای هر ماه میرم 20 نان و داره دارما میبرم و دولی نداره دلکسل داره خواه بیچاره. خبری شکست گروه‌های افراطی در سوریه او را امیدوار ساخته است که نبیره‌هایش به تاجیکستان برمیگردند. نیورا یاش بیچاره مکتب نرفتگی بود 4 تاشم ایلی میگرد همینجا ماشین من چند مرتبه ششتگی بود نیورا ما. حاضر من در چشمم شب خوابم ده میآید که نیورم آماده من چی کرده شه بابا میگه. همین فکر میکنم دلم چی میکنه زخ شدن دارم روز با روز کسلی آماده ایستاده است. حالا طبق معلومات رسمی بیش از 300 زن و کودک از تاجیکستان به سوریه و عراق رفتند که تقدیرشان ناروشن است. بیشتری آنها با فشار مردان خانواده به مکانهای ناامن رفتند. من بچه هم همین گندش برآمد. همین خیلی من کسل شدیم. همین خیلی کارم نبرآمد. روزم گذاشتم قیین تای من. برنامه را ادامه میدیم. با انتخاب شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان در سال گذشته امیدواری‌های ساکنان برای لغو روادید خروج برای سفرهای خارجی زیاد شد. تاکنون ازبکستان از تنها کشور شوروی پیشین است که برای شهروندانش روادید سفر خارجی را نگه داشته است. هرچند هفته گذشته مقامداران کشور به این موضوع برگشتند ولی خلاصه آنها هنوز معلوم نیست. وزیر کارهای خارجی ازبکستان عزیز کاملف و دیگر منصبداران بلندپایه این کشور امکان لغو ویزای خروج برای شهروندان ازبکستان را بحث کردند. به قول وزارت امور خارجه ازبکستان روز 8 ایول مقامات مربوطه این کشور امکان بیکار نمودن ویزای خروج برای شهروندان را بررسی کردند. درباره نتیجه بحث چیزی گفته نشده است. اصلا در ماه ینور سال روان در سایت پرزیدنت ازبکستان تاکید شده بود که به همین زودی ها شهروندان این کشور خواهند توانست بدون گرفتن اجازت پیشکی به خارج سفر کنند. اما بعضی منصبداران ازبک پیش بینی نمی کنند که این تقاضا بیکار کرده شود. شارحان می گویند ویزای خروج به یک منبع درآمد غیر قانونی منصبداران فاسد تبدیل یافته است و آنها به لغو آن مخالفت خواهند کرد. گزارش اسکندر خواجه میرزاده بود و برمیگردیم به تاجیکستان. در آخر ماه می سال جاری پارلمان تاجیکستان به قانون درباره مبارزه بر ضد کورپسیا تغییرات وارد کرد و به آژانسی ضد فساد صلاحیت سنجش کاری دفتر سازمان‌های بین‌المللی، تشکیلات غیر دولتی و حزب‌های سیاسی را واگذار نمود. رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زویرف میگوید این اقدام انگیزه‌های سیاسی داشته با هدف زیر نظارت گرفتن این سازمان‌ها انجام شده است. رحمت الله زویرف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و رئیس سازمان جمعیتی کنسورسیوم حقوقی میگوید از نگاه او اصلاحات قانونی کورپسیا که به سنجش مالیوی سازمان‌های جمعیتی و احزاب سیاسی اجازه می‌دهد نه تنها به جامعه شهروندی بلکه به حکومت نیز تأثیری منفی خواهد داشت.
یکم این که نهاد ضد کروپسیونی در همان شکلی که حالا هست نباید فعالیت کند، زیرا خود کنستیتوسیون این را منع میکند. از طرف دیگر این نهاد وکالت مقامات دیگر را که به واسطه باید با این کار مشغول باشند از خود کرده است. در این برابر به یک نهاد وکالت تفتیش نمودن و همزمان باز کردن پرونده جنایی و بردن تحقیقات داده شده است که این میتواند به سوء استفاده نمودن از وکالت باعث شود. با باور رحمت الله زایروف، اصلاحات قانون کروپسیا به این خاطر قبول شد که آژانسی نظارت مالیوی و ضد فساد می‌خواهد اعتبار خود را بالا ببرد و باوری مردم را دوباره به دست بیارد. این تغییرات بعد بازداشت‌های پرسر و صدای کارمندان ضد فساد با گمان فسادکاری به قانون وارد شد. معرکه ضد فساد طبق بعضی آمارها بیش از 10 مقام بلندپایه آژانسی را فرا گرفت. این اقدام از یک سو با هدف بلند برداشتن آبروی آژانسی ضد فساد و دادن شانس برای خودسفیدکنی آنها گرفته شده است. از جانب دیگر این انگیزه سیاسی دارد تا اینکه احزاب سیاسی و سازمان‌های غیر حکومتی زیر نظارت قرار داشته باشند. حزب‌ها و سازمان‌های حکومتگرا تفتیش نمی‌شوند، ولی اگر کدامی از آنها به خاطر گوناگون اندیشی موقع دیگر بیان کنند و یا طلب خود را در میان بگذارند، آنگاه در نسبت آنها سنجش مالیوی صورت خواهد گرفت. اما نه همه کارشناسان و رهبران سازمان‌های غیر حکومتی این اندیشه رحمت الله زایروف را قبول دارند. کارشناسان بر این عقیده‌اند که سنجش‌های مالیوی به سازمان‌های غیر حکومتی و اجتماعی که فعالیت آزاد و شفاف را پیش می‌برند تهدید نمی‌کنند. بگذار تفتیش کنند. یکم این که طبق قرارداد ما همکاری داریم. من هیچگاه از چارچوب قانون بیرون نمیروم. من هیچگاه از یگان منبع‌های غیر قانونی مبلغ گذاری نمیشوم. برای آنکه قانون را خوب میدانم. بگذار آنها بترسند و جواب گویند که به این کار مشغولند. اگر حزب‌های سیاسی را بگیریم میتوانم درباره حزب نهضت اسلامی بگویم که سالیان زیاد فعالیت داشت و در نهایت هدفش معلوم شد. ما شاهد آن بودیم که آنها از خارج مبلغ گذاری شده هدفشان تماما دیگر بوده است. در نوبت خود رحمت الله زایروف باور دارد که سنجش احزاب سیاسی و سازمان‌های جمعیتی برای تشکلیابی و رشد جامعه شهروندی که فعالیتش در کشور کمرنگ است مانع ایجاد می‌کند و نگرانی فعالان جامعه مدنی را به وجود می‌آورد. نظارت کلی سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران خارجی از مبلغ گذاری جامعه شهروندی خودداری کنند. و یک گزارش جالب دیگر، یک استای قهوه‌پزی در سئول برای جلب مشتریان اصول غیر عادی را استفاده می‌کند. او که در نقاشی مهارت خاص دارد، این هنرش را ماهرانه در روی قهوه به اصطلاح به قلم می‌دهد. نگاره‌های روی قهوه نیز گلکاری عادی نه، بلکه نسخه‌های اثرهای معروف تاریخی است. این نقاشی‌ها چگونه آفریده می‌شوند؟ در گزارش نوبتی تماشا کنید. لی کانگ بینگ ساکن سئول در تهیه و نقاشی روی قهوه مهارت خاص دارد. او در قهوه خانه‌اش که در مرکز شهر جایگیر است، هنگام پیشنهاد این نوشاکی به مشتریان هر دو استعدادش را خوب به کار میبرد. لی کانگ بین در بالای قهوه کاپوچینو و یا لته با استفاده از رنگ‌های آشی نسخه اثرهای معروف رسامی نظیر شب مهتابی وان گوگ و فریاد منکر را نقاشی میکند. من در مرزبانی خدمت می کردم. آن زمان خواستم که قهوه خانه خودم را در باشگاه باز کنم. فرمانده اتریت هم برای این کار اجازت داد. خیلی شوق‌آور بود. وقتی من خدمت را انجام دادم، به ارتش الکی جلب عسکران را به وظیفه باریستا یا اینکه آماده کننده قهوه شروع نمودند. پس از خدمت در ارتش لی به نقاشی شوق پیدا کرد. بعد از چند سال او قهوه خانه خود را باز نمود. همزمان این جوان صفحه خود را در اینستاگرام فعال کرده در آن محصول تخیل و ایجاد یعنی قهوه نقاشی شده را به نمایش گذاشت. چون نقاشی در خف قهوه وقت زیاد را میگیرد، لی تصمیم گرفت که تنها در روی نوشاکی‌های سرد شده رسامی کند. یک فنجان قهوه با نقش و نگار 10,000 وون و یا 65 سومانی ارزش دارد.
این گزارش آخرین در نشر نوبتی برنامه بود. اگر میخواهید دویم در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، سامانه www.azadi.org در خدمت شماست. همچنین ما در شبکه‌های اجتماعی با نام رادیوی آزادی صحیفه داریم و نوارهای ویدیویی در آزادی ویدیو یوتیوب نشر می شود. برای همراهی تشکر و خدا نگهبان هر یک شما.